اشغال آمریکایی ها تا شما در پنچیر کدام صدا را شنیده بودید؟ 20 سال آمریکا در اینجا اشغال کرده بود. نیروهای بیگانه از 48 کشور در اینجا حضور داشت. از صبح تا بیگاه مردم را میکشت، بمباردمان میکرد. شما در پنچیر کدام صدا را شنیده بودید که کشیده باشن از مظلومیت مردم را؟ سوال از شما شنیده بودید؟ زمانی که یک امنیت میه، زمانی که اشغال چیده میشه، زمانی که امید از این دیده میشه که دیگر در افغانستان جنگ نباشه، باز اونجا صدا پیدا میشه. چند تا فتنه‌گر از اینجا بیت المال رو با خود فرار داده و رفتن به درای پنجشیر. نمایندگی از مردم پنجشیر نمیکنه، مردم پنجشیر با ماست. مسئولین کار در پنجشیر والی هستن، کماندان امنیه است، قاضی است، دیگر مسئولیت ها دارن. از همون پنجشیر است. پنجشیری با پنجشیری چه تفاوتی داره؟ او باید برزش باشه که دزدی کرده، زیر اشغال کلان شده و فکرشان فکر غربی است. او پنجشیری است و دیگر بیچاره که از پنجشیر است، از خاک خود، از فرهنگ خود دوست داره، به خاطر آزادی کشور خود مبارزه کرده. او پنجشیری نیست. به نظر شما؟ من اهل افغانستان نیستم، اما فکر میکنم اگر قراره که طالبان موفقیت کسب بکنه در حکمرانیش، باید صداهای مختلف رو بشنوه، چه اقلیت باشه چه اکثریت باشه. اگر طالبان میخواد موفق باشه، باید گروه های مختلف رو مشارکت بده، قوم های مختلف رو باید مشارکت بده.